چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزمون چنین است: The real enemy is not outside but within. Fear, anger, ego. by رومی. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: دشمن اصلی بیرون نیست بلکه در درون است. ترس، خشم، خودپرستی. سخن مولانا. و آمدیم به قسمت What to watch یعنی چی تماشا کنیم. در هر درس ما با شما یک فیلم و یا یک فیلم تصویری توصیه میدهیم تا آنها رو تماشا کرده زبان انگلیسیتون رو بهتر نمایید. و توصیه امروزه درس ما نام فیلم تصویری توی استوری می باشد. سال برآمدش سال 1995 می باشد. قسم یکمی آن 81 دقیقه می باشد و سویه زبان انگلیسی آن سویه ادو می باشد. اگر پرسید که از کجا تماشا کنیم، در دل براوزر نام فیلم رو می نویسید، بعد از آن کلمه watch می نویسید، بعد از آن اگر خواهید که با زیرنویس یابید with subtitles می نویسید. در آنجا صفحه ها می بارند، از آنجا در آمده فیلم رو تماشا کرده می توانید. New words کلمه های نو. Adjective صفت. Describe توصیف کردن. Modify تغییر دادن. Famous مشهور. Free رایگان. Favorite محبوب نقص دیده. Fresh تر و تازه. Healthy سالم. Honest راستگو. Ripe پخته. Rude دغل. Serious جدی. Nervous عصبی خواطر. Kind مهربان. Wonderful عالی. Enemy دشمن. Friend دوست. Fear ترس. Anger خشم. Ego خودپسندی. در اینجا درس امروزه ما به پایان رسید. لطفاً اگر به کانال آبونه نشده باشید آبونه شوید و نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس و در شرح نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.